بریم ببینیم یه آرایشگر برای شروع کار فر و اولین خرید وسایلش چقدر باید هزینه بکنه. اومدم بازار 15 خرداد که وسایلی که میخوامو تهیه کنم. اولین چیزی که رفتم سراغش بیگودی فومی بود که میانگین باید بین 4 الی 6 بسته تهیه کنید که قیمت 6 بسته شد 960,000 تومان. برای خرید موادم که مهمترین متریال برای کار فر است، رفتم سراغ مواد محبوب لو. شما باید هر 4 نوع مواد رو فر داشته باشید که هر جنس موی مشتری بهتون مراجعه کرد و با سلامت کامل بتونید فر کنید. برای شروع از مواد 500 میلی استفاده می‌کنیم که قیمت هر مواد شد 1,600,000 تومان که در مجموع 4 تا مواد قیمتش شد 6,400,000. شامپوی بدون سولفات و ماسک موی مخصوص موهای فر پنتن و شونه پرکسی که جزء واجبات موهای فر هم تهیه کردم که قیمت اونام شد 980,000 و مجموع تمام این خریدها شد 8 میلیون تومان. شما برای شروع کار فر با همین مبلغ میتونید نمونه کارهای عالی بزنید و درآمد حداقل ماهیانه 40 تا 50 میلیون تومان رو داشته باشید. البته اگه دوست داری خیلی سریع کار فر رو یاد بگیری، خیلی مهمه که پیشکی آموزش شده باشی و اون آموزش اصولی باشه. پس برای اطلاع از شرایط آموزش ما کلمه آموزش رو همین پایین برام تایپ کن و این ویدیو رو بفرست واسه کسی که میخواد سریع لاین فر رو یاد بگیره.